در تالار جماعت شهرکی ناحیه بابجان غفوروف از جانب سودیه‌های سودی ولایت و خیری با ساکنان صورت گرفت. سودیه‌ها ضمن برآمد قید نمودند که تاجیکستان صاحب استقلال همچون کشوری حقوق بنیاد به مسئله تامین ولایت قانون و حفظ حقوق و منفعت‌های اهالی از رئیس‌های نخستین دولتداری توجه روانه نموده است. قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم موضوع اساسی ملاقات گردید. در تاریخ 8 ایون سال 2007 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها به تصویب رسیده از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. اینک چندین سال است که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها مورد عمل قرار گرفت. آن در قانونگذاری کشور تجربه نو بوده، در دایره منفعت‌های مردم تهیه و قبول گردیده است. کمیته آید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئول نظارت رعایت قانون را به عهده دارند. چون در واخوری بیان گردید آگاه کنی و پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم وظیفه تنها دولت و مقامات آن نبوده، عهدهداری کنستیتوسیونی هر یک عضو جامعه شهروندی و ساکنان مملکت است. یعنی جامعه شهروندی باید در این سمت پیشاهنگ باشند. صاحب اختیاری دولت تاجیکستان نعمت بزرگی است که ملت تاجیک به آن پس از 60 سالها کامیاب شده است. از این رو صاحب اختیاری وطن عزیزمان را خلق کردند، پایداری صلح را استوار گرداندن و حفظ آن را تأمین نمودن وظیفه مقدس هر یک شهروندی با ننگ و ناموس تاجیک بوده. ما باید هوشیاری سیاسی را از دست نداده بابت پیشگیری شامل شوی جوانان و حزب و حرکت‌های نامطلوب و اکستریمیستی را گرفته در پرتو سیاست خردمندانه و نیکبینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان دست‌جمعانه چاره‌جویی نماییم. در رفت ملاقات بیان شد که عملی نمودن معیارهای قانونها امکانیت می‌دهد که پایه‌های استوار جامعه و دولت تامین و به رشد اقتصادی ملی زمینه مهیا گردد. شرح و توضیح قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم در دیگر جماعت‌های دهات از جانب سودیه‌های سودی ولایت ادامه دارد. مستانه محیدی لازاده، علیشیر نیازوف، مظفر صابرزاده. اخبار